من نمیدونم چرا تایم دارم ولی سعی میکنم سریع به مطالبی که مد نظرم هست بپردازم. اول یه عرض ادبی دارم خدمت آقای درخشان که از پیشکسوتان مربیگری تیم دماش هم به حساب میان. یه عرضی هم بکنم خدمتشون که در بازی تاتنهام و تیم منچستر سیتی در نهایت بعد از بررسی اون صحنه ها و اون صحنه اصلی که مورد نظرشون بود نهایتا رأی به درستی صادر شد و حقی از کسی پایمال نشد. عرض شود حضور شما که توی این بازی ما 5 صحنه تاثیرگذار گل اتفاق افتاده که ما یک گل صحیح عرض شود حضورتون که زدیم در دقیقه 19 که درست در جلوی چشمان داور وسط این مسابقه اتفاق افتاد که گل مردود اعلام شد. بعد از اون در اواخر نیمه اول در یک صحنه که ممانعت از صحنه آشکار گل بود که بازیکن حریف توپو با دستش لمس کرد و بازیکن‌ها میتونستن 2-0 بشن با گلر. در یک صحنه در 2 صحنه در دقایق 77 بود فکر کنم 2 صحنه پنالتی اتفاق افتاد که اصلا آشکار هست و هر کسی که فوتبال تماشا میکنه میتونه متوجه بشه که این هر 2 صحنهش پنالتی بوده. و در آخر بازی هم یک گل دیگه به درستی زده شده که کمک داور دوم بازی این رو مردود اعلام کرده. آقای حاجی‌پور شما این اعتراض خودتون رو رسوندید، این رو گفتید، این صحنه ها پخش شد، چه جوابی به شما فدراسیون داده؟ الان چه اتفاقی برای شما داره میفته؟ شما گفتید که در جام حذفی شرکت نخواهید کرد. اجازه بدید اینو من توضیح بدم. میخوام بگم یه تیم برای اینکه در یک بازی پیروز بشه چه اتفاقی باید بیفته، چه کاری باید انجام بده، باید گل بزنه، باید موقعیت گل داشته باشه. متاسفانه اینقدر اشتباهات تاثیرگذار داوری. ببینید اینکه در بازی داور بازی با سوتاش تیم ما رو میخوابون، نمیذاش حرکت کنه، نمیذاش تیم ما شکل بگیره، من بهش نپرداختم. من 2 دقیقه فرصت داریم اگر میشه یه ذره سریعتر که بتونیم ببندیم بس. اگه اجازه بدید من یکم ما دل پردردی داریم. هرچند سعی میکنم زودتر این قضیه رو ببندم. هرچند حضور شما که دوستان بعد از اینکه این صحنه ها اتفاق افتاد گفتن که اول اینکه چرا شب بازی کمک داور بازی عوض میشه. شما از کجا میدونید اینو؟ یعنی شما کامل اطلاع دارید که کمک داور آقای تورج عوض محمدی داور بازی بوده، بعد داور بازی عوض شده، کمک داور بازی رو گذاشتن آقای، یعنی کج سلیقگی تمام در دپارتمان اتفاق افتاد. در بازی رفت در تهران با تیم نیروی زمینی تهران داور تهرانی برای ما گذاشتن. ما هر چقدر داد زدیم فریاد کردیم آقا این کارو نکنید، این شایبه به وجود میاره، چرا دنبال اینجور مسائل هستید؟ گوش نکردن. بعد از بازی برگشت کمک داور عوض کردن. اون همون کمک داوری که اولین اشتباه کرد داور وسط خیلی راحت دارن میگذرن ازش و میگن ما کمک داور رو باش برخورد کردیم، اینجوری کردیم و اینا. بعد حالا یه جالب اینجاست که توی دپارتمان داوری دوستان هر شب فیلم سینمایی تولید میکنن، یه دوره همی گذاشتن دور خودشون، اول عذرخواهی میکنن، بعد میگن عذرخواهی کردن رویه غلطیه، بعد میان با خیلی ممنون از این ارتباط تلفنی. من ازتون عذرخواهی میکنم، تایممون کم هستش. من فقط این جمله رو بگم که امیدوار هستیم که اگر حقی از باشگاه داماش، تیم شایسته داماش، تیمی که واقعا در این فصل خوب بوده و واقعا فوتبال خوبی بازی میکنه، هوادارهای بسیار خوبی داره، ضایع شده، انشالله به حقتون برسید. ما با آقای درخشان ادامه میدیم. خیلی تایممون کم، ما یه ذره امشب محدودیت زمان داریم. من ازتون عذرخواهی میکنم و امیدوار هستم که در بخش‌های بعدی، در قسمت‌های بعدی ما انشالله این داستان شما رو پی میگیریم و امیدوار هستم. شنیدم که این هفته هم با آقای تاج جلسه دارید و امیدوارم که از این جلسه خبرهای خوبی بیرون بیاد، تیم داماش هم شرکت بکنه در جام حذفی. ممنون از شما، قربان شما، خدا نگهدار. قربان شما، خدا. آقای درخشان، من یه سلامی هم خدمت حاجی‌پور عرض کنم که واقعا تیمتون خیلی تیم خوبی بود، بازی خیلی خوبی رو انجام داد و تو این بازی آخر که این اتفاق براشون افتاد من خیلی تأسف خوردم. امیدوارم که با بررسی فیلم بازی فدراسیون فوتبال به واقع
این فیلم رو خوب بررسی بکنه و اون چیزی که حق تیم داماشه به دلیلی که تا اینجا اومده زحمت کشیده طرفدارای خوبی داره و میتونه که یک تیم خوبی تو لیگ برتر باشه، انشالله با بررسی‌هایی که انجام میشه حتما این نتیجه خوبی برای تیم داماش عاید بشه که انشالله بتونن که در ادامه هم تو جام حذفی بازی بکنن هم ادامه راه رو به خوبی انجام بدن.